آیا میدونستین که مطالعات نشون میده موهای پرپشت و درخشان نشانه‌های بیولوژیکی سلامت و جوانی هستند؟ در واقع موهای سالم به عنوان یکی از عوامل اصلی در انتخاب شریک زندگی از دیدگاه تکاملی شناخته شده. این نشان دهنده اهمیت فوق‌العاده موهای پرپشت و سالم در ادراک ما از زیبایی و جاذبه است. در این ویدیو به شما نشون میدیم که چطور میتونید با استفاده از روش‌های علمی و طبیعی سلامت و زیبایی موهای خودتون رو بازیابی و حفظ بکنید. هنگامی که صحبت از مو میشه، ما نه تنها در مورد زیبایی بلکه در مورد سلامت کلی بدن هم صحبت میکنیم. ریزش مو میتونه نشانه ای از مشکلات بزرگتر باشه و تأثیر قابل توجهی بر اعتماد به نفس و روحیه ما داره. بیاین نگاهی دقیق‌تر به علل اصلی ریزش مو بندازیم و بفهمیم چطور میتونیم به طور مؤثر با اونها مقابله بکنیم. علت اول کمبودهای تغذیه‌ای. کمبود ویتامین‌ها و مواد معدنی مثل آهن و روی میتونه به ضعف و ریزش مو منجر بشه. تامین این مواد مغذی حیاتیه تا موهای شما قوی و سالم باقی بمونن. مورد دوم، عوامل ژنتیکی. ژنتیک نقش کلیدی در الگوی ریزش مو داره. درک اینکه چطور ژنتیک میتونه بر موهای شما تأثیر بگذاره به شما کمک میکنه تا انتظارات واقع بینانه تری داشته باشید. مورد سوم، تغییرات هورمونی. تغییرات هورمونی به خصوص در زنان میتونه به ریزش مو منجر بشه. بررسی و مدیریت این تغییرات میتونه به حفظ سلامت مو کمک بکنه. و اما مورد چهارم، استرس و محیط. عوامل محیطی و استرس شدید هم میتونه تأثیر منفی بر رشد مو داشته باشه. مدیریت استرس و محافظت از مو در برابر آلودگی‌های محیطی بخشی از یک برنامه جامع مراقبت از موه. اما قبل از شروع به توضیح رویکردهای طبیعی برای مقابله با ریزش مو، بیاین نگاهی به اهمیت توجه به عوامل بیولوژیکی مثل دیهیدروتستوسترون یا DHT بیاندازیم. DHT یکی از عوامل کلیدی در ریزش موه و درک نقش اون در این فرایند میتونه به ما در انتخاب روش‌های درمانی مؤثرتر کمک بکنه. در این قسمت به بررسی رویکردهای طبیعی میپردازیم که نه تنها به کاهش تأثیرات DHT کمک میکنه بلکه به تقویت و بهبود سلامت کلی مو نیز میانجامه. رویکردهای طبیعی در درمان ریزش مو شامل استفاده از گیاهان و مواد طبیعی مثل نخل اره‌ای. نخل اره‌ای به دلیل تواناییش در مسدود کردن DHT که یکی از عوامل مهم در ریزش مو شناخته شده. استفاده از این گیاه میتونه به کاهش ریزش مو کمک بکنه و به تقویت موها منجر بشه. همچنین کاهش استفاده از داروهای شیمیایی و جایگزینی اونها با روش‌های طبیعی میتونه به حفظ سلامت مو کمک بکنه. این رویکردها با تاکید بر استفاده از مواد طبیعی و امن راهکارهای مؤثر برای مقابله با ریزش مو ارائه میدن. اما مراقبت از پوست سر بیش از یک اقدام زیبایی بخش حیاتی در حفظ سلامت موه. استفاده از آب مقطر برای شستشو مزیت اون رو برای جلوگیری از تجمع مواد معدنی و کلور نشون میده که ممکنه به موها آسیب برسونن. علاوه بر این، ماساژ پوست سر به تحریک جریان خون و بهبود تغذیه فولیکول‌های مو کمک میکنه که نه تنها به رشد مو کمک میکنه بلکه به کاهش استرس و تنش هم منجر میشه. این فرآیندها به طور مؤثر در تقویت و بهبود وضعیت کلی موها نقش دارند. همچنین در درمان ریزش مو نقش ویتامین ها و مکمل ها حیاتیه. مکمل هایی مثل فیتو که حاوی ترکیبات گیاهی برای تقویت مو هستن میتونه به بهبود وضعیت کلی مو کمک بکنه. این مکمل ها غنی از مواد مغذی و ویتامین هایی هستن که برای سلامت و رشد مو ضروری ان. ترکیب این مکمل ها با رویکردهای موضعی مثل ماینوکسیدیل و میکرونیدلینگ میتونه به تقویت فولیکول های مو و افزایش جریان خون در پوست سر کمک بکنه. در نتیجه به افزایش رشد مو منجر میشه. استفاده از پروبیوتیک های موضعی هم به حفظ تعادل پوست سر و بهبود شرایط برای رشد مو کمک میکنه. به طور خلاصه توجه به سلامت کلی بدن و ادغام درمان‌های طبیعی و مکمل‌هایی مثل ماینوکسیدیل، میکرونیدلینگ و همچنین پروبیوتیک‌های موضعی کلید دستیابی به نتایج مطلوبه. تأکید بر این است که حفظ تعادل و بهبود سلامت مو بخشی از یک روند چند وجهی که نیازمند درک و توجه به همه جوانب سلامت بدنه. اگر میخواین ویدیوهای بیشتری از ما دریافت بکنین، فراموش نکنین که کانال ما رو سابسکرایب بکنین. پس همین الان دکمه سابسکرایب رو بزنین تا از نکات طلایی سلامت و تناسب اندام ما بهره مند بشین.